همه تصویری از برج میلاد در میون شهری شلوغ و پر از دود و آلودگی در ذهن ظاهر میشه. اما شهر تهران شهری دوچهره هستش و جالبه بدونید چهره دیگه این شهر پر از مکانهای زیبا و تاریخیه که حس و حال خاصی رو به بازدید کنندگان منتقل میکنه. اگه اهل مسافرتید و علاقمندید که با مکانهای دیدنی و گردشگری تهران آشنا بشید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. موزه ایران باستان یا موزه ملی ایران. موزه ملی ایران به عنوان بزرگترین، مهمترین و قدیمیترین موزه کشور شناخته شده. این موزه باستانی از دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی تشکیل شده و یافته‌های علمی بسیاری از دوران پارینه سنگی تا اسلام رو در خودش جای داده. اما جالبه بدونید که این مکان باستانی توسط یک معمار فرانسوی به نام آندره گودار طراحی شده و برای طراحی اون از طاق کسری الهام گرفته شده. ساخت این موزه به دستور رضاشاه در سال 1308 شروع شد و در سال 1316 افتتاح شد. معماری این بنا و وسایل درون اون به شدت شما رو در عمق تاریخ ایران فرو میبره. بازار بزرگ تهران. بازار بزرگ تهران که از دوران قاجار به جا مونده، شاهراه اقتصادی کشور محسوب میشه، به طوری که به قلب اقتصاد کشور معروف شده. این بازار مهم پر از راهروهای پیچ در پیچ، طاق‌های ضربی و گنبدهاست که همگی با زیبایی‌های خاصی که به این بازار دادن، هنر معماران ایرانی رو هم به تصویر کشیدن. در هنگام گشت و گذار در این بازار تاریخی و زیبا میتونید از مکانهایی مثل مسجد جامع تهران، آرامگاه لطفعلی خان زند، اولین کلیسای تهران و رستوران‌های بزرگ اون هم دیدن کنید.